روزیات به خدا ما پیسه عملیاتش نداریم. این بس قسم خورد. مشکلات افغانستان خود تو دیگه از پیش مفهمیدی حالا خوب در که یک بچه جوان دارم خود خیلی سال در بندیگری تیر کرده. بعد از بندیگری اینا از بندیخانه متات بروشته. یک سری هزار خیال متات چی کنی؟ او جمله مرده در خانه خالص آزار مده شیشه را میده که پدر سفید مردی به خدا متات یک لقمه نان استم یقیر فقیر. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز پنجشنبه مورخ اول جدی سال 1401 ما در حومه شهر غزنی قرار داریم. به ادامه توزیع کمک‌های زمستانی که شامل مواد خوراکه و مواد گرمایشی می باشد، امروز ما در شهر غزنی به تعداد 60 فامیل را تحت پوشش برنامه مذکور قرار دادیم. برنامه مذکور توسط مؤسسه صداقت یا برادران ترکی تهیه دیده شده بود که الحمدلله به شکل خوب و موفقانش به دست نیازمندان سپرده شد. زندگی ما سر خراب است. نما قدر روز دانا کام ترم ده 2 روز ده 3 روز ما هیچ در خانه ندارم. همه کمک هر کس که داده از روی من خدای با کلکش قبول کنه. من خیلی اردم شهید استم، پیچه سفید استم، اولادایم دست کرد است. یک بچه دارم دیگه، شوهرم مرده، اولادایم دیگه کلکش سیاسر است. بچگک متات 6 دختر دارم، 2 بچگک، یک بچگک رزگکم در کلینری ما 6 دار کلدار کار نکم گلاب دریت نمیچای فاضلات میکشه. اگر توال متار چیپ خرده باشیم به مو قرآن شریف. اولادای ما هم اگه زورترین دختر شوهر مریض از خانه هیچ چیز نداریم. این مال که نی خیر تو آجی آماده سروی کرده ما شما خیلی خوش هستیم. خداوند شما رو داشته باشه، پروردگار یالا قد ما کمک کردن، خداوند قد شما کمک کنه. مشکل افغانستان که بخش کلگی معلوم است، خصوصا سیاست را خیلی در مشکل است. اینا مال در خانه یک زندگی نیم ازم نداریم، چوب نداریم. اما اگر خرج بخرش که چیچا میره لون خیده و چی خانه گرم خوش چی تندور دو سر خوش. اینا مال خود من خدا رو تک مرض گرفته که نمیدستم بودانی که مرچه دایره میگردم توان دوا دکتر ندارم. اینا مال شفاخانه در اینجا بودم شوهر منو مریض است که مگه عملیات شه. او رسون خانه رای کردم خودم من اینجا بودم عملیات نزدم بخش روزیات به خدا ما پیسه عملیاتش نداریم. این بس قسم خورد. مشکلات افغانستان خود تو دیگه از پیش مفهمیدی حالا خوب در که یک بچه جوان دارم خود خیلی سال در بندیگری تیر کرده. بعد از بندیگری اینا از بندیخانه متات بروشته. یک سری هزار خیال متات چی کنی؟ او جمله مرده در خانه خالص آزار مده شیشه را میده که پدر سفید مردی به خدا متات یک لقمه نان استم یقیر فقیر.